سه تا گیم نت، سه تا قیمت، اما فقط یه دونه از اونها به آدم موقع گیم زدن حس بهتری میده. امروز من قرار تو این ویدیو از ارزون ترین گیم نت تا گرون ترین گیم نت رو با شما تست کنم. پس با ما همراه باشید. اما نه تنها، بلکه با یکی که همه شما میشناسینش. اون کسی نیست جز علی. ای واتساپ، من علیم، 19 سالمه. امروز میخوام با آقا نیما بریم گیم نت ابدیمون پیدا کنیم. Let's go. خب بچه‌ها، من الان اومدم یه توضیح کوتاه راجع به ویدیو بهتون بدم. اوکی. یه سرتون فکر کنید منظور من ارزون ترین گیم نت اینه که خب بی کیفیت زیاد، نمیدونم، حال به آدم نمیده. نه، اصلا اینجوری نیست. و منظور من از ارزون ترین تا گرون ترین گیم نت اینه که خب ببینیم به اندازه پولی که میدیم میارزه مثلا بریم یه جای گرون بازی کنیم یا نه. میدونی چی میگم؟ واسه همین گفتم یه ویدیو بگیریم ببینیم مثلا آدم ارزش داره پولشو بده به یه گیم نت گرون، در حالی که میتونه پولشو توی یه گیم نت بصرفه‌تر اینا خرج کنه و همون حسو بگیره. نمیدونم و میخوام تا همین ویدیو ببینیم چجوری داستانش. حال کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا آخر این ویدیو رو حتما نگاه کنید. دوستتون دارم. Let's go. خب بچه‌ها، الان داریم میریم ارزون ترین گیم نت این ویدیو با علی ببینیم آیا اون حس چیل و خفن و موقع بازی کردن به ما میده یا نه. فقط بچه‌ها ممکنه اجازه فیلم برداری به ما ندن، واسه همین ما ممکنه یا دزدکی ویدیو بگیریم یا اگه اجازه دادن لطف کردن و ما یه ویدیو قشنگ رو با شما میگیریم. پس آخرش با ما همراه باشید. Let's go. از نظر من این گیم نت واقعا گیم نت خوبی بود. از امکاناتش بگم واسهتون، یه گیم نت با همچین قیمت مناسبی واقعا عالی بود. پس نتیجه میگیریم واسه تصویر کردن میتونیم همچین جای خفنی رو پیدا کنیم. خب بچه‌ها، الان داریم میریم گیم نت دوم، یا میتونم بگم گیم نت آخر که گرونترین گیم نت این ویدیوه. بعدش دیگه ببینیم آیا اولیه بهتر بود یا این گیم نتی که الان قرار بریم. امیدوارم اجازه فیلم برداری رو به ما بدن، چون که واقعا گیم نت خفنیه از نظر من و دوست دارم حتما شما هم ببینینش و در جریان باشین. پس تا آخر این ویدیو حتما نگاه کنید. بزن بریم تو گیم نت. Picking up the pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion.
Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. بازم باختی که بالاخره ببین تو شرایط خوبی نبودم میدونی؟ شرایط که خوب میشه تو دست بعدی نظر که بریم یه دست دیگه بزنیم شرطی از تو ویدیو بعدی شرطشو میدیم هر کی به بازه شرطشو خود شما تو کامنت ها بنویسید منتظر نظراتون هستم بریم برای دست بعدی Gravity can take his arms around my legs and try to pull me. I'll still levitate. The greatest gift I got is being is holy. One thing I learned, pain hurts but don't control me. I'm not broken, I'm not broken. بازم باختی بچه ها متاسفانه من از این باختم این سلطان بچه ها شرطشو شما آخر این ویدیو تو کامنت ها بگید نظرش با شما علی تویی؟ بابا چطوری؟ چطوری من؟ عشقی راستی اون روز تونستی گیم تولدی تو پیدا کنی یا نه؟ نه والا حتی گشتیم نشد راستی شد؟ به یه نتیجه رسیدم چی؟ ببینی کدوم جنته خب که با کی میگه به به پس خیلی ممنونم تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید